راستش موقف زندگی شخصیشون بالاست. گفتم با نریمان گفتم که عاشقت هستم مادر. اون نریمانه که ساده فکر میکنین گفت که مرا دیگه نمیخواد ببینه. من نریمانو دوست دارم. این یگانه حقیقت زندگیم است. به هر اندازه که میخوایم به اون نزدیک شوم از من فرار میکنه. فکر کردن نمیتونم با مجید آرژیوغلو ملاقات میکنه. تلفن کسا به ما وصل نکنی. درست است آقا. دیلیک ما آمدم. خوش آمدین خانمی جان. این را کی ساخته؟ یک دختر جوان وقت منتظر شما بودی را ساخت. چند دقیقه پیش رفت. من برای چیزی نگفتم. معذرت میخوایم خانمی جان. نخیر کار خوبی کردی. یم نمونای کارش است. با ما بده. چی شده؟ چرا پریشان هستی؟ مجیده دیدم. بیا با خدا بسیار گرنگ بود. خواهر تو را چی شده؟ فکر کردم کمه در وجودم تغییرات بیارم. بسیار مقبول شدی. کاملا مثل پریها. خوب نمیگه بره؟ نه خیر، کاملا چیزی که میخواستی تغییر کردی. راستش فکر میکنم برام هیچ خوب نمیگه. با نظرم همه قسم مقبول هستی. جدی میگی؟ لازم این چهریتام شاداب شدن از زن. نصاحت کن. خواهر نگفت بره. نریمان چرا با مجید قسم گفتی؟ به خاطر که همه قسم اسم کدوم فخریه. تو از او آدم زیاد میترسی. نمیترسم فخریه، فقط کارایی که او آدم در حق من انجام داده را فراموش نمیتونم. فراموش کده نمیتونم که او مرا چقدر مشکلات گرفتار ساخت. او لحظه ای که پیلین مرا با سیلی زد و او چطور سیل داشت او را فراموش نمیتونم. پدرم همیشه میگه که اگه میخوای آینده تجور کنی گذشته تا فراموش کن. کاکا فایز بسیار چیزای دیگرم گفته. دانه دانه برات بگویم به یادت بیارم.
توبه یعنی یک لحظه خوش و فراموش ناشدنی را با آدم سپری نکردی؟ فقط مجید تو را میتونه خوش نگاه کنه و همراه مجید خوشبخت میشه. فخریه لطفا این قسم گپا را نزن. بیا زود در راه قرار دارم. چرا در راه قرار داری جانم؟ واضح برای گفتی که دیگه او را نمیخوای. دیگه چی انتظار داری؟ اگر کسی در راه قرار گرفته باشه او مجید است. تو تشویش نکن جانم. برات متاسف هستم. راست میگم. تو را نمیخوایم گفتم فراموشش کردی. فخریه بسیار بد استی. اگر شاهین باشه بسیار عصبانی خواهد شدم. مجید است. فراموش نمیتونم. چی میکنی؟ نمیخوایم فخریه زنگ نزنم. چرا؟ به خاطر که امکان نداره. اگر من جواب مثبت بتم زیاد درد میکشم. اگر نه خیر بگویی خوشبخت میشی نریمان. جواب بده نریمان جواب بده. دیگه زنگ نمیزنه. یه گپ برات بگویم خواهر. نگو فخریه نگو. در دلت میگم جانم. تو هم عاشق مجید هستی. در قهوه خانه کنار ساحل منتظرت هستم. اگه نیایی پیش خانه‌تان میایم. بعد از بیچاره منتظر میمونه. اگه نری بسیار بد میشه. عجله کو. عجله کو. آمدم. با هم بشینیم.
چیز را انسان امتحان نکنه یاد نمیگیره. تا انسان منتظر چیز نمانه درد منتظر بودن نمیفهمه. اگه به خاطر کسی یک دریا اشکان بریزی بیفایده است. تا وقتی که او به تو علاقه نشان نده بیفایده است. شاین میشه بگویی تو اینجا چی میکنی؟ من میخواستم همین سوال از تو بپرسم. تو اینجا همراه یه آدم چی میکنی ها؟ اول هیچ خوش ندارم کسی بدون اجازه در میز ما بشینه. دوم اگه به این کارت عادت کنی خوب میشه. یعنی با یک جا بودن ما و نریمان. و سومش اگه بار دیگه قسم در مقابلم کردی باز خود دیدی. چی خود کردی ها؟ چی خود کردی؟ شاین پدرت هم میخوایی چطور احمق؟ شاین مجید لطفا بیبی خوب گوش کن. باره دیگه تو همراه دختر نبینم اگه نگاه. شاین بریم. شاین که بریم نریمان. از اینجا برو. مرا رو سوال ساختی. قسمی که دیدی تو دیگه در داستان نقش نداری. لطفاً آرام باش. بشینی؟ اینو امکان درست است. لطفاً آرام باش. هر گفتنی که داری زود باش بگو مجید. من زیاد وقت ندارم. نریمان فعلا هر دوی ما کم عصبانی هستیم. اگه خواسته باشی بعداً گپ میزنیم. هنوزم مرا درک نکردی همه تو نیست. به نام وقت دیگه چیز وجود نداره مجید. در جای دیگه بار دیگه تره نمیبینم. به نام هر دوی مام چیز وجود نداره. هیچ وقت نداشته و نمی داشته باشه. تو براسو میکردن نامده بودی نریمان. او داستانا رو هرگز فراموش کردن نمیتونم نریمان. نفسایت به یاد دارم. او لحظات به یاد داری چقدر ما با هم خوش بودیم. خلاص شد؟ میخوای خلاص شوه؟ نمیخوایم باشم. قسمی که دیدی
تو دیگه در داستان نقش نداری. نریمان تو خوب هستی؟ هیچ خوب نیستم فخریه. چی شده؟ اونجا شاهین آمد. بریم سوچو. شاهین مجید. بله. کجاستی باید گپ بزنیم؟ موضوع چی است؟ تو پیلین. میای مونور. زیاد تشویش نکو زهرا، همه چیز خوب میشه انشالله. خاله زهرا، اصلی چطور است؟ آی بسیار با تشویش هستی که اصلی در چی وضعیت است؟ خوش است؟ خفه است؟ روز چند بار لطو کوب میشه؟ فخریه بیا که بالا گذر خاله جان، من خود چیز بد نگفتم. میگم در بین خود بشینیم در بارش گپ بزنیم، بیازو کاری کردن نمیتونیم. فقط همیه از دستم میایه، چون هر کاری که میشه به خاطر خودتان است. رفت زهرا تو در قصه گپای اینا نباش، سر گپ خود نمیفهمن خواهر. خداحافظ خواهر. آفرینتان، قلب او زن بیچاره آتش گرفته، بجایی که دلداری به تنوره دگام جگر خون ساختین. کار خوبی کردین. اما ما فقط میخوایم که خاله زهرا را درک کنیم، فقط هم. به خاطر درک کردن زهرا اول باید مشکلات زندگی را تحمل کنین دخترا. تا امروز چی مشکل داشتین؟ چی درد کشیدین ها؟ تا امروز کس از شما دوت جگرتان ازتان گرفته؟ به خاطر درک کردن زهرا اولاد بودن کافی نیست، باید فرشته نجات باشین، باید مادر باشین. مادر باید قلبتان آتش بگیره، خوشی‌هایتان قربان شوه و از مشکلات زندگی تجربه کسب کنین. دیگه به خاله زهرا چیزی نگو. ما امروز زیاد سرش گپ زدم، واقعا بسیار پریشان است. آی درست از دیگه گپ نمیزنیم. تو درباره خود بگو، شاهین از کجا پیدا شد؟ او هم در ساحل بوده، ما مجید در اونجا شیشته بودیم که خب بعد از او هم آمد امرای ما شیشت. شاهین؟ درباره شاهین عاشق گپ میزنی؟ بعدش همراه مجید درگیر شد فخریه، همگی متوجه ما بودن. توبه، این عشق شاهینه بیبی که کاملا چشمایش کور ساخته. اگه خواسته باشی اول باید یک تصمیم بگیریم. نه خیر، من دیگه تا قیامت سر عشق شاهین شک نمیکنم. همینجا جای نشانی باشه. خدا نجاتم بده. من از اول میفهمیدم که شاهین غلط نیست. اگه بار دیگه قسم در مقابلم کردی باز خود دیدی. چی خود کردی ها؟ چی خود کردی؟ شاهین میکنی پدرتم میاری احمد؟ شاهین مجید لطفا بیبی خوب گوش کن، بار دیگه تو همراه دختر نبینم. اگه شاهین تو خوب هستی؟ خوب معلوم نمیشی. ما زیاد وقت ندارم مونور، لطفا سر اصل موضوع بیا. تا هنوز کسی را که به اندازه تو مصروف خود باشه ندیدیم مجید.
میشه کمی از خود دور شده به اطرافیان توجه کنی؟ مثلا پیلین. واضح گپ بزن اونور. مجید، پیلین یک بازی را شروع کرده. اگر هدفت از بازی احمقانه است که تو هم در اون نقش داری، من خبر دارم اونور. پس چرا چیزی نگفتی؟ ما با بازی تفلانه شما هیچ وقت ندارم. فهمیدی اونور؟ شما چطور فکر کردین که من باور میکنم شما عاشقم دیگه هستین ها؟ این که تو چه قسم شاملی بازی شدی نمیفهمم، اما سر تو بسیار عصبانی نیستم. مجید، پیلین او شب بسیار جگرخون بود. وقتی تو در موبایل گپ میزدی باز او پیش ما آمد و ازم کمک خواست. قبلا او را هیچ وقت تو قدر پریشان ندیده بودم. تو در موبایل همراهی کی گپ میزدی مجید؟ همراهی نریمان؟ شاهینی یک مشت محکم دمه ایزد فخریه. اوف، هیچ نمیفهمم که چی کنم. در راهی ماندیم. یک سوال ازت میپرسم، تو چرا به گپای مجید گوش ندادی؟ به خاطر که چیزی به گپ زدن نیست. اونور، امروز روز بسیار بد سپری کردیم. لطفاً این موضوع را بسته کن. درست است؟ مجید، این موضوع را بدون فشار آوردن و پریشان ساختن پیلین بسته کن. درست است؟ بیازو به اندازه کافی پریشان است. کسی که یک بازی را شروع میکنه باید درباره شکستشون فکر کنه. ختم شد. سلام. چطور هستی جانم؟ فخریه کافی است. موضوع مجید به همیشه بسته شد. فکر نمی کنم بار دیگه او را ببینم، چون نمی خوایم. مجید، ما شوخی کرده بودم. واقعا میخواستم برات بگویم، خواستم امرایت شوخی کنم، اما اونور قبل از ما برات گفت. شوخی تا قسم از پیلین یکم اگری رشخند بسازی ها؟ به خاطر چی؟ توی قدر عصبانی میشی مجید؟ درباره کسایی که گپ میزنی بیازو مبارا پیششان رشخند شدی. پیلین کافیست. هنوزم مثل طفلا رفتار میکنی. بس است مجید. پیلین، ما بسیار خسته شده. واقعا خسته شده. میشه بیرون شوی پیلین لطفاً؟ درست است. بیشتر از این نمیخوایم تو را جگرخون بسازم پیلین. درست است؟ فراموش میکنیم. ما به شفقت تو ضرورت ندارم مجید. خانم پیلین، شما خوب هستین؟ لطفاً اونجا بشینید. لطفاً. میخواین براتون آب بیارم تا کمی سرحال شوید؟ ما قبلا تو را جایی دیدیم اما تو نیست. فکر نکنم. من میرم بس شما آب بیارم. مجید، من این موضوع را به خاطری نگفتم که تو قلب پیلین بشکنانی او را ناراحت بسازی. فهمیدی؟ خواستم ببینی و بفهمی. پیلین هنوزم مثل پیلین 5 سال پیش رفتار میکنه. اونور جدی میگی؟ خوب تو چطور؟
میشه من از اینجا ببری؟ اونور خوب نیستم. درست است. توبه چطور معلوم بشم؟ بدرنگ خونه شدیم نه مادر؟ چی ضرور بود دخترم؟ از کجای مفکوره به فکرت آمد؟ نمیفهمم، یعنی خواستم کمی در وجودم تغییرات بیارم. فکر کردم اگه تغییرات بیارم خوب میشه. به نظر مقبول شدم، خوشم آمد. از نریمان یاد گرفتی اما تو نیست؟ من درباره اصلی فکر میکنم اما تو برو سر صورت تارش کن. من درباره اصلی فکر میکنم مادر. یک دقیقه از ذهنم دور نمیشه. او جان و جیگرم از مادر. اگه آرایش نکنم اصلی دوباره خانه میایه. ما اصلی رو در او حالت رسانده. نزاهت بسیار عصبانی هستم. حوصله شنیدن گپای ناقه تو را ندارم. از اینجا برو دخترم. به یک لحظه خوش بودن نمیتونم، هموتا نیست مادر. میفهمین چیز بعد از بسیار وقت امروز لبایم خنده آمده بود، اما من که میتونم لبخند زده خیال بافی کنم. من کی هستم که این کار کنم؟ من یک نظارت هستم که کسی به فکرم نیست. من چی گناه کردم مادر؟ چرا باید در این خانه قدر زجر بکشم؟ نزاهت صبر که دخترم، نه به خاطر اصلی زد پریشان هستم. فقط درد کشیدن یاد دارین ها. شما یک مادر هستین و من سنگ هستم ها. بسیار مقبول شده، این کارو نکن دخترم، بسیار مقبول شدی. فکر کردم که با یک لبخند زدن دردهای خودم فراموش کردم ها. چطور است؟ این قسم خوب است؟ درست است؟ خوشتان آمد؟ نزاهت این کارو نکن دخترم، صبر کن. نخیر صبر کنه، این قسم خوبتر میشه. نزاهت الهیم کنه. نزاهت الهیم کنه مادر، الهیم کنه دخترم. یک دانم بسیار مقبول شدی. من مقبول شدن نمیتونم مادر. من حق ندارم آرایش کنم. من فقط تمام روز باید درد و رنج تحمل کنم مادر. هر مصیبتی که در این خانه میایه فقط به خاطر من. من هیچ وقت نباید آرایش کنم. نزاهت دخترم تو شماره‌ای که شما دایر کرده اید خاموش نباشد. کدام مشکل داری؟ نه خیر، یعنی مشکل نیست. بفرمایین. راستش به تشویش پلین شدم. موبایلش خاموش است. داخل شرکت شده. یک بار به اتاق تو آمده و بعد از اون گم شده. دخترم کجاست خبر داری؟ بله، همراه نور بیرون رفت. مجید، تو خود دخترم جگر خون نساختی همه نیست؟ آقا سلیم، ما و پیلین، راستش ما و پیلین. آقا سلیم، شریکتان آمدند. اتاق جلسه منتظرتان است. تشکر. مجید، وقتی تو پلین خورد بودین میخواستین جای برین و یاد داری که چی براتان میگفتم؟ پیلین به تو امانت است.
نفهمیدم. تو هم به خاطر عشق زیاد درد کشیدی، دوری، درد. چه وقت همه چیز خوب میشه؟ هر وقت که تو را فراموش کنی همون وقت خوب میشه. چرا خنده میکنی؟ تو فراموش کردی اونور؟ کسی را که عاشقش بودی فراموش کرده تو نیستی؟ فراموش کردیم. دروغ نگو، فراموش کرده نمیتونی. عشق چیزی نیست که فراموش شوه اونور. بله اول فکر میکنی فراموش کردی، اما بعدن فقط یک لحظه گذشته، یک تماس کوچک، یک حرف زیبا، همه چیز از سر آغاز میکنه اونور. ما فراموش کردیم پیلین. زخم من بسیار وقت پیش خوب شده. حتی میخواستم یک عشق تازه را شروع کنم، اما مجبور شدم چند وقت به تعویق بندازم. جدی میگی؟ خب او دختر کی است؟ یک دختر بسیار مقبول است. آی خوشت به او دختر پری. چرا؟ به خاطر که او سایه عشق قبلی تو همیشه مزاحمتان خواهد شد. او دختر درد گذشتید، مشوقی سابقت اگر در مقابلت بیایه با چشمای دیده برات بگویه که دوست دارم و ترا از دل جان از خود کنه اونور، به پیشش نمیری؟ خیرت باشه، چشمایتان در حوال بالو میپاله. کسی را که سهل دارن امکان داره یا آخرین دختر است که سهلش میکنین رفیقا. برین احمقا گم شوین. کیک میخوری؟ چه قسم کیک است؟ کیک بادام دار. درست است، خوش دارم، میخوایم بخورم. درست است. فکر نمیکنم این قسم یک جای آرام بخشیده که باشه. زیاد است، اما تو جاهای پر غوغا را دوست داری. از کجا میفهمی؟ شاید میخوایم که سر صدای قلبم شنیده نشه اونور. پیرین ای که مجید قهر شده حق به جانب است. بله بدبختانه میفهمم. اگه تو به یادم نیاری نمیشه. اگه ای کار کردم حتما یک دلیل داره. عشق. نه وقت شده بریم. درست است. اونور من بدون مجید زندگی کده نمیتونم. اینو میفهمی؟ میفهمم پیلین، میفهمم. تو نمیخوایی بخوری؟ ما مرض شکر دارم. حتی یک قاشق؟ اگه یک قاشقام بخورم برم ضرر میکنم. متاسف است، دلم برات سوخت. اگر زهرم باشه از دست من میخوری. راست گفتم؟ دقیقاً. اینا فراموش نمی کنم.
شکر که اومدی. بسیار به تشویش بودم. چی وقت میایین؟ نریمان فردا مادر و پدرم خانهتون میایم. چیزی دیگه بر اسامی کردن نیافتی؟ خواست به خواستگاری خوده. چرا؟ اگه کسی ببینه بعد است. اما ای عکس نیست، رسامی است. گلکر بفرمایین بیادر. عینکای مطالعه خدا پیدا کردن نتونست. در وقت پاکاری در داخل روک مانده بودم بیادر. آه دخترم آه. درست بیشی. جانم دیگه زنگ نمیزنه. خدا خسته نست. ما کار درست انجام دادیم. آی بدونی که بگه پای او آدم گوش بدی او رو رد کردی و حالا میگی که کار درست انجام دادی. همتون نیست. آفرین نریمان آفرین. فخریه مجید عاشق من شده نمیتونه. لطفا انتظار نداشته باش که من ایره باور کنم. آه نریمان چرا آه تو بیازو بگه پای گلتر خاله فریب خوردی. اگه نباش که او باور کرده بودی. فخریه مجید مرا نمیشناسه. اگه بالای کسی که درست نمیشناسه عاشق شده میتونه پس وقت ترک کردنش هم زیاد فکر نمیکنه. تو میترسی که مجید آرجاغلو تو را ترک نکنه دنیم را هر رهایت نکنه. آفرین فخریه آفرین به تو. خب درست است. چند دقیقه رقص کردیم رسامی کردیم. امکان نداره که من عاشق او و او عاشق من شده باشه جانم. این عشق گفتن نمیشه. یعنی هیچ کس خدا فریب دادن نمیتونه. راست میگی. حق به جانب هستی. هیچ کس نباید خدا فریب بده. حق به جانب هستی. بیازو دانشمندای CVC تحقیق کردن عاشق شدن در یک نگاه دروغ بودن نریمان. هیچ نمیفهمم درباره کدامتون فکر کنم. نزاهت آرام شدی دخترم؟ باز چی شده مادر؟ میخواستم یک چیز برات بگویم اما اگه تو خوب نیستی نمیگم جانم. شاهین تو هنوز نامده. صبح وقت از خانه بیرون شدم اما تو هنوز نامده. هیچ وقت قسم نمیکرد. من چند بار زنگ زدم اما جواب نداد. چند روز میشه به دانشگاه نمیره. موبایلش خاموش است مادر. من به تشویش شدم به خاطر او دختر کم مانده که عقل خود از دست بده. شام بخیر گلتر خاله. خداحافظ دخترم. اگه پاش خلاص شده باشه که بریم بخیر. خلاص نشده جانم منتظر باش. فخریه ما راننده تو نیست. ما را عصبانی نساز. آی جانم بعضی وقتا تو بسیار بد قواره میشی جهان. داوده بله من میرم که در خانه کم کار دارم. نه خیر ما هم نمیفهمم. درست است باز داخل برو نمیبرم. جهان درست تصمیم بگیر. شاین خانه نرفته فخریه. باید برم او رو پیدا کنم بعد از پشت تو میام. نه وقت شب شده. شاهین کجا بوده میتونه؟ از کجا پیداش میکنی؟ من میخواستم از تو بپرسم در کجا ترکش کردی؟ دقیقش نباش. امسال بسیار ضرر کردیم. یک شرکتی که تازه فعالیت شروع کرده ما را در روز شکست داد. اگه شاهین میگه خانه اصلی بریم پس مجبور هستم که بریم. بیشتر از این دروغ گفتن نمیتونه. رفتن کار ساده است اما آمدن از اونجا بسیار مشکل است.
فکر میکنم کسی را که امسال باید همراهش کار کنم پیدا کنم. واقعا یک شاگرد با استعداد معلوم میشه. نامش یک دقیقه ببینید. نریمان.